اگر شما میخواین یک مرد رو نابودش کنین، به نظر من خیلی راحت میتونید نادیده بگیرینش و بهش اهمیت ندین. خیلی راحت میتونید تیر خلاص رو بزنید. من فکر میکنم شما میگی خانوما چیکار کنن که این اتفاق نیفته؟ مهمترین کمکی که خانم ها میتونن به همسراشون کنن اینه که درکشون کنن و ببینن. یعنی دیدن یه کار فوق‌العاده ساده‌ایه توی زندگی و به جرئت میتونم بگم که حکم دوپامین رو داره. حتی اون قدم‌های کوچیک اون مرد رو ببینید و تشویقش کنید و حمایتش کنید و ببینید چطور اون مرد اونجا رو براتون گلستون میکنه. نمیگم خانم ها زحمت نمیکشن، خانم ها خیلی زحمت میکشن، خیلی صبورن، خیلی تلاشگرن. خیلی خوبه که واقعا این زحمات تو این شرایط اقتصادی بد که الان آقایون تنها پناهشون اون کانون خانواده و اون همسرشون هستش، خیلی خوبه که واقعا دیده بشن و پناه امن هم باشن. مرد زمانی که ببینه همسرش زحماتش رو داره میبینه، شکارچی درونش بیدار میشه و هر کاری رو برای خانوادهش انجام میده، چون ذات مرد حمایتگریه. من فکر میکنم حمایتگری یکی از قشنگترین کارهاییه که آدم میتونه برای عشقش بکنه.